تو ولاگ هالووین راجع به این حرف زدم که من عاشق هری پاترم. البته نه عاشق فیلماش، عاشق کتاباش، ولی باید اعتراف کنم که یه چیزی تو فیلماش هست که فوق‌العاده است و اون موسیقیشه. تو این ویدیو قراره با همدیگه معروفترین آهنگ فیلم هری پاتر یعنی تم هدویگ رو بررسی کنیم و ببینیم که چرا این ساوندترک انقدر جادویی صدا میده. تم هدویگ میتونیم که یکی از معروفترین آهنگای فیلم هری پاتره و اینکه توی هر 8 فیلم از این آهنگ استفاده شده و فقط توی 3 فیلم اول 36 بار تکرار میشه. آهنگسازش جان ویلیامزه که یکی از معروفترین و بزرگترین آهنگسازای تاریخ سینماست و تا حالا موسیقی فیلمای خیلی خفنی رو ساخته، مثلا استار وارز، ایندیانا جونز، هوم الون، سوپرمن، اسمش چیه، شندلر لیست و تا حالا 4 گلدن گلوب، 5 اسکار و 25 گرمی برده و اینکه 53 بار کاندید اسکار شده. خلاصه که خیلی آهنگساز خفنیه. حالا بریم با هم دیگه گوش کنیم ببینیم که چی باعث شده که انقدر جادویی باشه این آهنگ. مثلا موزیکش همین اول که شروع میشه یه جوری آدمو میگیره، آدم سریع احساس میکنه که وارد یه فضای جدیدی شده، وارد یه فضای مرموز اسرارآمیز. این حسی که آدم پیدا میکنه به خاطر 2 چیزه. اولیش به خاطر سازیه که استفاده کرده که ساز یکم عجیب و غیر معمولیه. اسم سازش از سلستا و اسمش هم خیلی جالبه اتفاقا. سلست به فرانسوی یعنی آسمانی، یعنی یه چیزی که زمینی نیست، مال این جهان نیست، آسمانی، ماوراییه. و اینکه اسم این ساز هست سلستا و در اصل شبیه پیانوه، شبیه پیانوی کوچیکه. و اینکه ولی فرقی که با پیانو داره اینه که پیانو وقتی که آدم این کلاویه ها رو فشار میده باعث میشه که یه سری چکش بخورن روی یه سری سیم دیگه که این صدا در میاد، ولی توی سلستا این کلاویه ها رو که آدم میزنه اون یه سری چکش میخورن روی یه سری اسمش چیه، پلاک فلزی کوچولو و باعث میشن که این صدای صاف و شفاف و رویایی و اینطوری آسمانی طور تولید بشه. و دومین چیزی که این حس جادویی و اسرارآمیز بودن و اینا رو تو ما ایجاد میکنه ملودیه، یعنی نوتایی که استفاده کرده توی این ملودی. میگه بعدش میگه می سول فا دیز ردیس فا بکار سی. What the فاز؟ آدم اینجوریه که فازت چیه؟ ردیس فا بکار سی. فا بکار این وسط چی کار میکنه؟ تو تونالیته می مینوریم، بنابراین فا باید دیز باشه و دقیقا 1 ثانیه بعد از اینکه فا دیز استفاده میکنه یه دونه فا بکار ویشت میندازه اون وسط و باعث میشه که یه حس عجیب آدم دست بده. آدم اینجوری بشه که اوه یه چیز اینجا سر جاش نیست. و دقیقاً این همون حسیه که آدم بهش دست میده وقتی برای اولین بار وارد دنیای جادوگری هری پاتر میشه و آدم اینطور میشه که اوه اینجا کجاست؟ اینجا اون دنیای همیشگیمون نیست، اون دنیای معمولیمون که همه چی میدونیم چجوری کار میکنن نیست. اینجا بعضی چیزا یه جور دیگه کار میکنن. اینجا دنیای مرموز و اسرارآمیزه. دقیقاً همون حسو به آدم میده و اینطوری جان ویلیامز با استفاده از نوتای خارج از تونالیته این احساس رو برای ما تداعی میکنه که خیلی خفنه. الان میذارم عقب یه بار دیگه به ملودیش گوش کنیم. اینجا هم همینطور میگه ره بمول دو. یه ذره ترسناک صدا میده، مرموز.
به خاطر اینکه دوباره ر بمول یه نوت خارج از تونالیته است که استفاده کرده و اینکه ر بمول 2 3 تا نوتن که هر کدوم فاصله بینشون نیم پرده است. به خاطر همین با آدم این احساس یه جوری عجیب بودن دست میده. اینجا ویولونا میان تو، از اون زیر یواش میان تو و همشون دارن یه نوت کشیده رو میزنن. به خاطر همین یه حالت تعلیق ایجاد میکنن، انگار که دارن با آدم میگن صبر کن الان یه دوباره یه اتفاق میفته، الان قسمت بعدی آهنگ شروع میشه. به خاطر همین یه حالت تعلیق و انتظاری با آدم میدن و بعدش شروع میکنن به پاساژهای بالا رونده پایین رونده، بالا رونده پایین رونده، همینطوری میرن. و یه چیز خیلی جذاب که اینجا هست اینه که اگه خیلی خوب اینجا دقت کنیم صدای جغد میشنویم، صدای جغد هری که هدویگ اسمش، خب اسم این آهنگ هم تم هدویگه و اینجا صدای هدویگ رو میتونیم بشنویم که اوبوا میزنه فامی 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 و دقیقا صدای جغد میده. خیلی بامزه است. یه بار دیگه گوش کنیم. اینجا ویولونا میان تو، بعد حرکات بالا رونده و پایین رونده، بعد جغد. اینجا 3 تا ساز باده مختلف یعنی فلوت آلتو، انگلیش هورن و فاگوت دارن این ملودی رو میزنن. به خاطر همین خیلی حالت با شکوه و حماسی صدا میده. و اینکه نکته اینجاست که ولی دارن اون ملودی همون قسمت قبل رو میزنن که کلی راجبش حرف زدیم، همون ملودی که جان ویلیامز توش کلی نوت خارج از تونالیته استفاده کرده بود و به خاطر همین ضمن اینکه خیلی با شکوه و جلاله ولی اون حالت مرموز و اسرارآمیزش هم حفظ کرده. و اینکه همزمان اون زیرم ویولونا سازای زهی دارن بر خودشون ادامه میدن، همینطوری پاساژهای بالا رونده پایین روندهشون رو ادامه میدن و یه حالت چرخش، جنب و جوش، حرکت، هیجان و هیجان خوب، هیجانی که توش امید هست، همه این احساسا رو بر آدم تداعی میکنن. در نتیجه اینجوریه که جان ویلیامز نابغه همزمان داره در ما احساس رویایی، مرموز، اسرارآمیز، با شکوه، حماسی و جنب و جوش، حرکت، هیجان و امید رو، همه این احساسا رو با هم همزمان توی یک موسیقی داره خلق میکنه و در واقع با موسیقیش داره ما رو جادو میکنه. واقعا فوق‌العاده است.